چی میگی؟ یودیس الوردیو خوش اومدیم به این ویدیوی جدید. بچه حدوداً فکر کنم یه هفته مونده تا عید و سال نو و دیگه این یه هفته رو شما هر جای ایران که باشین بیاین بیرون میبینین که مردم خیلی خوشحالن. اصلا یه شور و هیجان خیلی خفنیه و متاسفانه مردم ما این شور و هیجان رو فقط یه هفته در سال دارن و گفتم حالا که انقدر این شور و هیجان زیاده و مردم کلن شدن بیایم یه ویدیو بسازیم در مورد خفن‌ترین و باحال‌ترین ادیت‌های فوتبالی و امروز قراره چند تا از اینا رو براتون بیارم بهشون ریاکت بکنیم و حسابی بخندیم و بترکونیم. البته اینم بهتون میگم قبل از اینکه بخوایم بخندیم و بترکونیم ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب بکنین، این ویدیو رو هم لایک بکنین و زنگوله رو هم رو آن بزنین که هر وقت براتون ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشن بیاد و بیاین سریع ببینینش. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بزنید بریم. میام سراغ ویدیوی اول، بزنین براتون پلیش کنم، بزنید بریم. مسی یا رونالدو کدومشون بازی کنه بهتر؟ آخه شوت زدن ها مختلفه. بعضی موقع یکی شوتو میزنه خیلی قدرتی مثل لوبرتو کارلوس. آجی عالی لوبرتو کارلوس. لوبرتو آخه زنم اگه دیده باشین یه جاییش واقعا زبونش میگرفت، فوق العاده بود. نمیدونم اسم فیلمش چیه ولی قدیمیه، قشنگ معلومه مهران مدیری توش قدیمیه، خفن بود آجی، فوق العاده بود. بریم سراغ ویدیوی بعدی، بذار براتون پلیش کنم. آها میخوام سلامت بیارم واسه بچه‌های هشگرد. معرفت هشگردیا خار و گل میکنه، پا رو شل میکنه. مورچه معرفت رو توی هشگرد یاد گرفت، غذا پیدا میکنه تکی نمیخوره، میره با رفیقاش میاد. کنده شد مهم نیست ولی فوق العاده بود ویدیوش. یعنی این کسی که این گروهی که واقعا داره این ویدیو رو دوبله میکنه و حالا پخش میکنه فوق العاده خلاقن و اصلا نمیدونم اینا رو از کجاشون میارن. عالی بود، اصلا یه دوبله خیلی خفنه بود. میگم معرفت بچهای هشگرد خار و گل میکنه، پا رو شل میکنه. اصلا خیلی خوب بودین، خیلی قشنگ بود، حتی قبلی هم از نظر من بهتر. آقا اگه دوست داری ویدیوی الانی که داریم پخش بشه لایک کن دیگه، تو رو خدا لایک الان بذار، لایک کن لایک کردی پخش شد. اسم تیم‌ها رو بگو. بایر مونیخ، منچستر یونایتد و اسپانیا یکیه. رئال مادرید. نه رئال مادرید بله. چرا واقعا اصلا یعنی چی؟ شما آقا بارسایی هم باشی باز میگی که آقا من قبول دارم رئال مادرید یکی از بهترین و خفن‌ترین باشگاه‌های دنیاست، این داشمون داره میگه ولش کن، نه رئال مادرید رو ولش کن. این مصاحبه ها اصلا افسانه، یعنی حالا این فوتبالیش بود براتون آوردم ولی اگه برین شما ورژن های دیگه شو ببینین اصلا میفهمین که ایران جزئی از ماتریکس کاملا. یارو اصلا یه چیزایی میگه که اصلا غیر قابل پردازشه برای ذهن ما آدمای عادی و کسایی که فقط تو ماتریکس هم میتونن این داستان رو درک بکنن. حالا خوشی مدارم خیلی قشنگ بود آجی. درسته مهمون واقعا خوبه، یعنی میاد خونه آدم شاد میشه و حالا در کنار هم یه تایم میگذرونین، ولی مهمون خوبه ولی اندازه داره. وای میدونی من خودم مثلا مهمون میاد حالا اشکال نداره اتاقو تمیز میکنیم میگیم میخندیم اشغال میکنیم، ولی اگه مثلا فکر کن هفته‌ای 3 بار کسی بخواد بیاد خونت، من خودم باشم واقعا نمیکشم بیام اتاقو تمیز کنم، خونه رو تمیز کنم و آدم تنبلی ام، میدونی زیاد حوصله این کارو ندارم و بنابراین مهمون بخواد هفته‌ای 2-3 بار بیاد واقعا حوصله ندارم. ولی اگه شما باشین قدمتون رو چشام بفرمایید پیشم، هم خوشحال میشم همین که با هم دیگه تایم خفنیو میگذرونیم. آقا رسیدیم به ویدیوی آخر، بذاریم براتون پلیش کنم. 3 2 1 بریم. گزارشگر با ادب داوری که میگه میزنه میگه اشتباه شد. چی میگه؟ آجی این یکی واقعا عالی بود. اصلا دارم داد میزنم تو میکروفون ولی واقعا عالی بود، خیلی خوب بودین. اصلا یعنی چی؟ اصلا فکر نکنم برای شبکه‌های ایران باشه، برای پرشیان اسپورت احتمالاً. خیلی نمیشه همچین حرفی تو صدا و سیما بزنی آجی، پشمام اصلا یه چیز خفنی بود، خیلی خفن بود واقعا، اصلا پشمام ریخت، خیلی قشنگ بود. ولی گفت داوری که میگه تو نه اون، من حالا براتون سانسورش کردم چون احتمالاً بند بشیم، نمیدونم، چون یه بار همچین حرکتی زدیم بند شد چنل و
این دفعه براتون سانسورش کردم، ولی حالا بتونین اینجوری بگم دیگه، روک و رو راست، حرف قشنگی نزن. حرف اصلا قشنگی نزن. مرسی که بچه تا اینجا ویدیو همراه من بودین و ویدیو من نگاه کردین. لایک و ساب حتما فراموشتون نشه. دکمه اون زنگوله هم بزنین و فعالش بکنین. عیدتون پیشاپیش مبارک باشه. قراره برای عید کلی برنامه و ویدیوهای خفن بذارم براتون و تا ویدیوهای بعدی و عید سال 1404 خدا نگهدارتون باشه.